پرنده رو دو تا دستمال داره. پرنده رو با دستمال یه حوله میگیری. خب وایسی بین دو تا انگوش. خب وایسی چه ویزی تو بین دو تا انگوش اینجوری. خب البته این هم می‌بینی پاهاشو ترکون، یعنی این دستمال رو ترکون باز کرد. خب باید مثلا با یه حوله باشه که مثلا پاش توی این قرار بگیره که پاش تکون نخوره، یعنی تو اینجا حالت بقچه بشه. نه مهم نیست. این دو تا انگوش خب بین گردن اینجوری، یعنی گردنش بین این دو تا انگوش، این انگوش رو این بالا، دو تا انگوش رو این بالا، سر رو به جلو. هر دارویی که میخوای بدی یه قطره میاری سر سرنگ میذاری جلوی نوک، خودش میکشه تو. یه قطره میاری سر سرنگ میذاری جلوی نوک، خودش میکشه تو. حتی اگه نوکش بسته باشه یه قطره اینجا میکشه تو. خب حالا خودتونم باید بگیرید. یه دونه دیگه هم بده من. لیلا جان شما خب کی میخواد بگیره؟ لیلا مامانش. این دو تنگوش آفرین، سر رو به جلو، سر رو به جلو. این دو تنگوش رو بیار بالا زیر گردن محکم. سینه رو فشار بدی خفه میشه. گردن فشار بدی چه اتفاقی؟ آره پس اینجا رو فشار بده. اوکی لیلا باشه. تا تو باشه فضولی نکنی. هر دارویی میخوای بدی یه قطره میاری اینجا، تمام. یه قطره میاری اینجا جلوی نوک. اگر جلوی نوک دادی نخورد به هر دلیلی تو نکشید، یکی نوک رو اینجوری وا میکنه. خب یعنی یکی نوک رو اینجوری وا میکنه، یه قطره همین جلوی نوک ته حلقه نمیندازه. اینجا نکن، اینجوری یه قطره اول میاری سر سرنگ همین جلو میذاری، یه قطره باز اول میاری سر سرنگ همین جلوی نوک میذاری. یاد گرفتی؟ بله. پس چی شد؟ سینه‌شون فشار نمیدید با دستت سر رو به جلو، سر رو به جلو. خب